در آغاز یک سرود رو از یودین نوروزاد میخوام پخش کنم. دوستان عزیزی رفته کی برمیگردی؟ برای هر یکی شما میبخشم عزیزان. عزیزی رفته سفر کی برمیگردی؟ عزیزی رفته سفر کی برمیگردی؟ چشمونه مونده بدر کی برمیگردی؟ چشمونه مونده بدر کی برمیگردی؟ لحظه ای جدایمون دلگیریه میکرد، لحظه ای جدایمون دلگیریه میکرد. ایزی دردم بی خبر کی برمیگردی؟ ایزی دردم بی خبر کی برمیگردی؟ تو را ندیدم، چه دردها گذشتم که بهر تو کشیدم. چه روزها گذشتم که من تو را ندیدم، چه دردها گذشتم که بهر تو کشیدم، که بهر تو کشیدم. عزیزی رفته سفر کی برمیگردی؟ عزیزی رفته سفر کی برمیگردی؟ چشمونه مونده بدر کی برمیگردی؟ چشمونه مونده بدر کی برمیگردی؟ لحظه ای جدایمون دلگیریه میکرد، لحظه ای جدایمون دلگیریه میکرد. ایزی دردم بی خبر کی برمیگردی؟ ایزی دردم بی خبر کی برمیگردی؟ شبی سیاهی موی من سپید شد برای تو، ببین بها چی دادم به عشق بی بهای تو. شبی سیاهی موی من سپید شد برای تو، ببین بها چی دادم به عشق بی بهای تو، به عشق بی بهای تو. عزیزی رفته سفر کی برمیگردی؟ عزیزی رفته سفر کی برمیگردی؟ چشمونه مونده بدر کی برمیگردی؟ چشمونه مونده بدر کی برمیگردی؟ لحظه ای جدایمون دلگیریه میکرد، لحظه ای جدایمون دلگیریه میکرد. ایزی دردم بی خبر کی برمیگردی؟ ایزی دردم بی خبر کی برمیگردی؟ ایزی دردم بی خبر کی برمیگردی؟ خب عزیزان دل خسته نباشید و روی موج رادیو موجر مستقیما برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبان ادامه دارد. دوستان ساعت در مسکو 20:10 دقیقه است. امروز 2 ینوری سال 2020. فکر میکنم که آغاز سال است. دلها باید شاد باشد، پر از مهر باشد، محبت باشد، صمیمیت باشد. از نگفته ها سخن بگوییم، از روزهای نیک سال 2019 یادآور شویم و در عموم فکر کنیم که سال 2019 را ما با کدام موفقیت ها به انجام رسانیدیم و در سال 2019
کدام عملهای نیک رو به انجام رسانیدیم. و این آغاز سال است دوستان. باز شما می توانید یکی از عملهای نیکی رو انجام دهید. تلفن استودیو مرکزی رادیو موجی رو برمی‌چینید 8967 111 56 46 8965 151 0410 برمی‌چینید تلفن استودیو مرکزی رادیو موجی رو و زنگ میزنید، یک درود و پیام رو میفرستید به دوستان، یا اینکه اگر نفر زیاد روز داشته باشد بهترین عمل رو انجام میدید و دل رو شاد میگردونید. دل رو شاد که گردونید عمل نیک است دوستان. خب در اینجا عزیزان در آغاز برنامه چون همیشگی میخوام به تقویم روز نظر کنیم. در تاجیکستان چی روز است، در جهان چی روز است، عموما سیر جهان میکنیم دوستان با تقویم روز در رادیو موجی. خب روز 2 ینور در ایالات متحده آمریکا روز ملی معجزه های علمی می باشد. سال 1925 در همین روز در ایالت تاجیکستان شوروی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تأسیس داده شد. 2 ینور در جهان چی رخ داد عزیزان؟ سال 1921 حزب کمونیست لوکسمبورگ تأسیس یافت. سال 1968 در آفریقای جنوبی دومین مراتبه در جهان جراحی از یک نفر به نفر دیگر گذرانیدن دل صورت گرفت. سال 1959 اولین استانسیه اتوماتی بین سیاروی لونا 1 به کیهان برآورده شد. سال 1961 در همین روز در ایالات متحده آمریکا مناسبت دیپلماتیش رو با کوبا بکار کرد. در همین روز سال 1988 ایالات متحده آمریکا و کانادا درباره سودای آزاد بین هم شرطنامه به امضا رسانیدند. در این روز سال 1992 قزاقستان به هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا شامل شد. 2 ینور سال 1925 عزیزان چون گفتم در هیئت تاجیکستان شوروی ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس داده شده است. سال 2015 در این روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره نظارت صادرات و درباره خدمت دیپلماتی را به امضا رسانیده است. سال 2016 در این روز امام علی رحمان به شاهگری عربستان سعودی سفر کرده است و در همین روز سال 2018 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام پایتخت جمهوری تاجیکستان در تحریر نو قبول گردیده است. دوستان این معلومات کوتاه بودند درباره وضع تاریخی روز و سخن را به مطلب بانو میدیم. و اینچنین سامان جان در این روز نامزد علم‌های تکنیکی پروفسور نصرتالله کریمов، فیزیکدان تاجیک دکتر علم‌های فیزیکا و ماتماتیکا تقویمرod صالحов و همچنین ینور شکوری سمرقندی نامزد علم‌های فیزیکا پروفسور زود روز داشتند. خب عزیزان نفران صاحب جشن رو هر یک و یکشون رو تبریک میگیم. زود روزشون مبارک باشد. سر چی میگن همیشه سر بلند داشته باشند، طبع خوش داشته باشند، در حلقه پیوندان موفق باشند، همیشه در جمع دوستان باشند و همیشه برکت زندگی نصیبشون باشد. با کل صاحب جشن هایی که امروز زود روز دارند عزیزان این تمنیات رو میبخشم به هر یک یا که نفر اونها در علاهیدگی و گفتنی هستم که همیشه با صدای رادیو موجیر بمانید عزیزان. رادیو موجیر پیوندگر قلب است، این حقیقت است و من شاهد شدم. امروز در رادیو ما چندین نفر در برنامه فرنگی فراغتی ما و شما که هر روز ساعت 14:00 به وقت مسکو مستقیما پخش می شود، چند نفر از شنوندگان ما ابراز داشتند، زنگ زدند و همراه من هم صحبت شدند، گفتند که برنامه شما در حقیقت ما رو دوست کرد که ما در ملک غریب در این روسیه قرار داشتیم و با چندی از دوستان طریق برنامه شما طریق رادیو موجیر شناس شدیم، دوستی برپا کردیم و از حال یکدیگر با خبر هستیم. یعنی گفتنی هستم که رادیو موجیر پیوندگر قلب هست. فراموش نکنید و همیشه با صدای رادیو موجیر بمونید عزیزان. رادیو موجیر 24 ساعت برنامه‌هایش مستقیما طریق موج رادیو و همچنین در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌گردد عزیزان. اگر خواهید که صدای رادیو موجی رو 24 ساعت شنوید مستقیما دوستان پلی مارکت تلفنی خود می‌دارید، ضمیمه رادیو موجی رو در خاطره تلفناتون حفظ میکنید و 24 ساعت در تمام گوشه دنیا میتوانید صدای رادیو موجی رو شنید دوستان. اگر سودا کرده فهمانم پلی مارکت تلفن می‌دارید، ضمیمه رادیو موجی رو اسکچات میکنید و میتوانید 24 ساعت صدای ما رو شنید دوستان. برنامه‌های ما همیشه مستقیما پخش می‌گردند. هیئت
ایجادی، هیئت تکنیکی، هیئت مشاوره رادیو موجر 24 ساعت بهر شما عزیزان فعالیت دارند. چون برنامه فرهنگی است، فراغتی است، میخواهم با شما بیشتر هم صحبت داشته باشم عزیزان و بیشتر میخواهم همراه شما از سال 2019 سخن بگویم، از آن عملهای نیکی که انجام دادیم، از آن کارهایی که به فعالیتمون ربط داشت، به زندگیمون ربط داشت، به آن نگفته های سخن بگوییم که از مهر بودند، از محبت بودند در سال 2019. می توانید امروز ما مستقیما هم صحبت شوید. تلفن های ما در استودیو فعال است 8967 111 5646 8965 151 0410. فراموش نکنید فرصت غنیمت است دوستان، طول یک ساعت ما همراه شما هستیم و می توانید که مستقیما همراه ما در تماس باشید. برنامه فرهنگی فراغتی است، بهر شماست عزیزان. میخوام در اینجا یک سرود دلنشین رو براتون پخش کنم عزیزان و کوشش میکنم بیشتر سرودهای رقصی باشد، چون جشن است. بسیاری ها اکثریت در خانه استراحت دارند و میخواهند که کمی طبعشون بریده باشد، برقصند، بچرخند. از همین خاطر یک سرود رقصی رو پخش میکنیم دوستان، یک جای میرقصیم و بعدا صحبت ها رو اطراف موضوع هایی که من نامبر کردم ادامه میدیم. Layla, 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 Raburda, Layla, 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 Raburda, Layla. Siya chashma khadi bola Raburda, Layla. Siya chashma khadi bola Raburda, Layla. Biya jana nayima, Layla. Biya jana nayima, Layla. Biya shamu, biya parva nayima, Layla. Biya shamu, biya parva nayima, Layla. نگاری نازنین هستم غلامت لیلا، نگاری نازنین هستم غلامت لیلا. بگیر دستم بو بر بالای بامت لیلا، بگیر دستم بو بر بالای بامت لیلا. اگر بالای بامش کس نباشد لیلا، اگر بالای بامش کس نباشد لیلا. بیدی بوسه از آن تنگی لبانت لیلا، بیدی بوسه از آن تنگی لبانت لیلا. لیلا 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 را بردن لیلا، لیلا 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 را بردن لیلا. سیاه چشم خدی بالا را بردن لیلا، سیاه چشم خدی بالا را بردن لیلا. بیا جانا نی من لیلا، بیا جانا نی من لیلا. بیا شمو بیا پروانه من لیلا، بیا شمو بیا پروانه من لیلا. جانا نی من لیلا، بیا شمو بیا پروانه
خب عزیزان دل خسته نباشید و ادامه برنامه فرهنگی فراغتی ما و شماست مستقیما روی موج رادیوی مهاجر عزیزان. در اینجا میخواهم چند مصرع شعری بهره مهاجران عزیز بخونم از شاعره بانو شهری احتمزاده. خدایا راد مردان را نگه دار، همه فرزان مردان را نگه دار، زیباد سرد سرگردانی عالم غریبان پریشان را نگه دار. در ملک مسافری یکی یار نداریم، نه مونیس و نه همدم و غمخوار نداریم. از قوم و مکان دور فتاده ایم به سالها، یک فرد مسلمانی قدردان نداریم. از صبح تا به شام بدویم از پی روزی، زیرا که بس نانی فراوان نداریم. گر پاره نانی را بیابیم بخوری، نه خانه و نه لانه و آشیان نداریم. ای وای به حال سر و سودای غریبی، جز عشق وطن عشق دیگر کار نداریم. علوی بیچاره به کی راز بگوید، بیلا به خدا همدم و همراز نداریم. درود من مهاجر بر تو بادا، نویسم بهر تو صدها سرودها. روح لطف خداوندم سفید است، مهاجر بر وطن باز آ و زود آ. عزیزان دل خسته نباشید و هیچگاه دوری از وطن را به دل غم احساس نکنید و همیشه شاد باشید، چون که یک وطن عزیز و نازنین داریم تاجیکستان است و هرگاه که میتوانید اگر که خمور وطنتان میگیرد صدای رادیو مهاجر رو بلند کنید. عزیزان در رادیو مهاجر همیشه صدا از وطن است، مهر است، محبت است، صمیمیت است و یک کمی هم باشد خود رو در هوای وطن احساس میکنید، در صدای وطن احساس میکنید. اگر بگم هم خطا نمیکنم، چون که در اینجا سرود و موسیقی های مخصوصا بهر شما از سرایندگان تاجیکستانی عزیزمون، شعرها از شاعران تاجیکستانی عزیزمون و گفتنی ها و نگفتنی های از تاجیکستانی عزیزمون است. خب دوستان، چون برنامه فرهنگی فراغت است و در اینجا کامنت ها زیاد نوشته شدند و میخواهم نظر کنیم با کامنت ها. مطلب بانو خواهش میکنم یک نظر کنید. بله، شنونده دائمی ما جمال استامов نوشتند: سلام، شامتان بخیر راوی های شیرین سخن و شنوندگان عزیز. با شما نیز سلام و درودی بی پایان. خب عزیزان، در یوتیوب همچنین در برابر فیسبوک در شبکه یوتیوب نیز ما را مستقیما آنلاین نواری تماشا کرده ایستادید و همچنین در روی موج رادیو صدای ما را میشنوید. عزیزان در یوتیوب لیوبوف بلاریب که نویسنده است سلام، فیض‌الدین عظیموف نویسنده است سلام، به همه کارگران رادیوی غریب نویسنده است. خب دلشاد خدا بخشف نویسنده است سلام علیکم. به همه شما درود میگویم عزیزان دل، نفرانی که تازه به برنامه ما پیوستید. سلام پر از مهر، محبت، صمیمیت یک جهان به اندازه از کل کارمندان رادیو مهاجر نثارتان با دوستان. ادامه برنامه فرهنگی فراغتی است و مستقیما روی موج رادیو مهاجر پخش گردیده ایستاده است. در اینجا مهر است، محبت است، صمیمیت است. اگر با ما باشید حتما طبعتان خوش می شود. حتما که عزیزان از آن نگفته هایی که در دل داریم بهرتان میگوییم، حتما که طبع شما را شاد میکنیم و کمی هم باشد صحبت میکنیم سر سال سپری گردیده سال 2019. با یاد میاریم چی بردباری ها داشتیم. مطلوب بانو از خودم شروع کنم یا از شما؟ از خودت سامان جان. از خودم شروع کنم. بله. خب بیاید خوبترش از چی گویم، از بردباری های 2019 سال حرف بزنیم. خب اگر نظر کنیم 2019 سال برای من بهترین سال بود، سال فراموش نشونده هم اگر گویم خطا نمیکنیم، چون بعضا حالتهای در زندگی من بودند که به حیات من تغییرات وارد کردند، یعنی که زندگی من رنگ دیگر گرفت. مخصوصا من در سال 2019 اکادمی را ختم کردم در روسیه. در سال 2019 مطلب بانو در سال 2019 به رادیو مهاجر به کار آمدم. خب چی گویم،
در سال 2019 چون همیشگی چون دیگر سالها روزی زود روزم بود عموما خاطره های نیک دارم که میتوانم بسیار خاطره ها رو به زبان بیارم. از همه مهمش برای من این به کار شروع کردن در رادیو موجیر و ختم اکادمی بود. بله سامان جان، منم خاطرات خیلی خوب دارم. سال 2019 برای من یکی از سالهای بهترین به شمار می رود. بسیار کامیابی ها بودند، موفقیت ها بودند. بله، اگر با دیگر طرف نظر کنیم، زندگی است، پستی دارد، بلندی دارد، گاهی آمد میکند، وقت گاهی آمد نمیکند. کم و بیش کستگی های زندگی بودن. بله دوستان، من نمیگم که سال 2019 من شاهانه سال رو سپری کردم، نه، بعضا روزهای بودند بله با کمی کستگی ها در زندگی، لیکن به هر حال اگر که به جهت چی میگن، به جهت خوبش اگر نظر کنیم بیشتر بود و امیدوار هستم که سال 2020 نیز یک سال پربرار باشد، سالی باشد که سالی پر از عشق باشد. از همه مهم برای ما عشق است دوستان. اگر عشق باشد، مهر است، محبت است، وفا است، صمیمیت است. حتما که عشق صمیمی رو من در نظر دارم. عشق نه به همون معنایی که عاشق شدن به کسی دیگر، عشق به کسب، به کار، زندگی، به راه راست، نمیتونم عموما هر یک چیز رو میتوان به عشق شباهت داد که در پیرویش میتوانی انتخاب درست کنی عزیزان. خب مطلب بونو، اگر که از عشق و مهر و محبت سخن بگوییم، شما چی گفته میتوانید؟ خب اگر که از عشق، مهر و محبت و صمیمیت که سخن بگوییم، من گفتنی هستم که مطلب بونو، من به شما تمنای آن را دارم که در سال 2019 مهر، محبت، صمیمیت و عشق به اندازه دوستانتون نسبت شما زیاده گردد. سلامتی بر دوام شما باشد، زندگی پربرکت شما باشد و همیشه خوشبختی نصیبتان باشد. این تمنیات من مخصوصا از من برای شما بود در سال 2020. تشکر سامان جان. وقتی که عشق میگوییم در اینجا عشق به وطن، عشق به مادر، عشق به فرزند، به والدان، عشق به هستی، به زندگانی. بله، عشق رو به چند معنی میتوان فهمید. لیکن من با کل شما شنوندگان عزیز عشق حقیقی تمنا دارم. عشقی که در حقیقت از قلب باشد، از مهر باشد، از وفا باشد، از صمیمیت باشد. نه اون عشق هایی که به قولی که یک عباره خوبی هم هست در خودمون که بچه‌های یاش بسیارتر استفاده میبرند. عشق چینویی نه و عشق علمون حقیقی رو تمنا دارم برای هر یکی شما. کمی عزل بود دوستان و به دل نگیرید. هر آنچه که پخش میکنیم، زحمت میکشیم، به هر شماست. ما بیشتر برای چی از عشق، از محبت، از صمیمیت سخن میگیم، چون که این کلمه های و اینکه این عباره های هستند که بیشتر ما با آنها نیاز داریم. بیشتر میخواهیم که اگر در غریبی باشیم، بیشتر میخواهیم که از مهر و محبت یک نفر برخوردار باشیم، چون در عرفیت میگویند که دل نفر غریب زود میرنجد، لیکن من همین رو مطلب بونو در خود احساس کردم. دل نفر غریب در حقیقت زود میرنجد، چون به هر حال از وطن دور هستی. این خودش یک چی گویم، یک کمی است، یک نه کمی به اون معنی که از چیز کمی داشته باشی، یک احساس دوری میکنی از وطن. بعضا مورد میشود که دلت نمیدونم از نفری باشد، از کاری باشد، زود رنجش میکند. گفتنی هستی سامان که غریبی کوی سخت است برادر، گپی سختی کسی مانند خنجر. بله الان عباره خوب است این که غریبی کوی سخت است برادر. میخوام که یک سرود از اوریانو سعید پخش کنم. حبیبی میگوید. این سرود رو برای هر یک شما دوستان میبخشم و ما رو همراهی کنید. در اینجا نامه‌های شاد باشی آمدند. الکی من بعد از سرود باز برای شما بهر شما میخونم و همچنین با شما در خط علاقه میشم. اگر نفری میخواهد زنگ بزنه، تلفن ما در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410. میتوانید مستقیما زنگ بزنید. همچنین طریق مسنجر های وایبر، واتساپ ما پیامک خود رو بفرستید، حتما میرسونیم. اگر گفتنی داشته باشید برای نزدیکانتون، شما میتوانید که
شماره نزدیکانتون رو بفرستید و ما مستقیما زنگ میزنیم از نام شما درود و پیام ها رو میرسونیم عزیزان. سرود حبیبی را در اجرای آریانو سعید میشنویم. Love and baby, it's like a fantasy. Hold up, my heart is beating. Slow down and talk to me. But time is just running 'cause I love your company. Hey, tu shoy jahani, ya habibi ruh rawani. Hey, tu khwab khayali, ya habibi khushnama. Hey, tu shoy jahani, ya habibi ruh rawani. Hey, tu khwab khayali. يا حبيبي خوش نما يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Boy, you know that I love you and I can't get you off my mind. And this love is supposed to stay alive forever in heart. آتش عشقت میشود به دلم برپا وقتی یاد منایی در سکوتی نیمه شبها Boy, you know that I love you and I can't get you off my mind. And this love is supposed to stay alive forever in heart. دل بر آتش عشقت میشود به دلم برپا وقتی یاد منایی در سکوتی نیمه شبها आजा तू जानिया कैसी ये दुनिया दिल को चुरा के मेरा अपना बना दिया आजा तू जानिया कैसी ये दुनिया दिल को चुरा के मेरा अपना बना दिया It's like that we are meant to be each other's destiny. The day I saw you I knew that you'd come this close to me. To stay away from you now seems so impossible. I too wanna come closer but there's insecurity. Hey, tu shoy jahani, ya habibi ruh rawani. Hey, tu khwab khayali, ya habibi khushnama. Hey, tu shoy jahani, ya habibi ruh rawani. Hey, tu khwab khayali, ya habibi khushnama. Hey, tu shoy يا حبيبي روح رواني هي تو خواب خيالي يا حبيبي خوش نما تو شوي جهاني يا حبيبي روح رواني هي تو خواب خيالي يا حبيبي خوش نما يا حبيبي يا حبيبي خب عزیزان دل خسته نباشید و ادامه برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبان است مستقیما روی موج رادیو مهاجر دوستان. ساعت در مسکو 20:42 است. امروز 2 ینور سال 2020 روز دوم است در این سال و بیایید فقط از نیکی ها یاد کنیم، فقط از چی گویم از مهر و محبت و صمیمیت سخن بگویم. در اینجا یکی از شنوندگان دائمی ما در ایما که اسمشان با حرف دی لاتینی اشاره شده است گفته است شام بخیر راویان خوش صدا، این لحظه هم من با شما هستم. در وقت‌های آخر قریب تمام روز وقت اساسی من با شنیدن رادیو مهاجر می‌گذرد. برای من دوست نزدیکترین شد. اگر یگان نامینیت شنونده فعالترین سال باشد نام مرا حتما نویسید. در قوس حزل نویسنده است. و من گفتنی هستم که تشکر از شما که ما رو همیشه میشنوید همراهی میکنید. اگر نامینیت شود حتما من نام شما رو مینویسم. یک دویمش که اگر کنسرت دیگری که برپا گردد از سرایندگان تاجیکستانی حتما من یک چپتر رو بهر شما تحفه میکنم.
حتما بهر شما تحفه میکنم، چون شما شنونده دائمی ما هستید. این هزل نبود، این حقیقت بود و حتما یکی از چیپته ها رو به دفعه دیگر به شما تحفه میکنیم که رفته کمی هم باشد استراحت کنید از نام رادیو موجیر. دوستان این سخنان من تعلق داشتند به همون نفری که اسمشون با حرف دی لاتینی در ایما اشاره شده است و شنونده دائمی ماست. خب در اینجا یک زنگ است، مطلب بونو میشنویم. الو، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام، خسته نباشید. برنامه فرنگی فراغتی شومی غریبان است، مستقیما روی موج رادیو شما قرار دارید. شما را گوش میکنیم. سلامت باشین. مطمئنم شما سوز هستین. تشکر، سلامت باشید. ما ناز هستیم از شما پرسیم. الله ما یک خواهش داریم آقا جان. مرحمت چرانه. گوش میکنیم. سرودی صادق خالف یک بار گفتم دیگه نمونده، اون را میتونیم. کدام سرود؟ من این سرود رو اگر شما یاد داشته باشید بعد از برنامه زنگ زده بودید، اسمش رو گفتید، من نوشتم یافتم، بعداً باز من به شما SMS روان کردم که عین حال یک سرود پخش شده است، بعد از این سرودی درخواستی شما پخش می شود. من حتی یاد دارم. ولی بعد پخش نشد؟ پخش شد. چرا نه؟ وقتی که سرود رفته استوده بود من به شما SMS روان کردم که برادر عزیز بعد از این سرودی درخواستی شما پخش می شود. من مطمئنم و در خاطر دارم این رو. ما پریامو افیر رفته تماشا کردم، جوش در افیر مور دیگه چی رو شما در فیسبوک تماشا کردید؟ نه، در یوتیوب. دوست عزیز، وقتی که برنامه به انجام رسد دیگر سرودها و دیگر برنامه‌های دیگر طریق خط موج رادیو پخش می شود. من سرودی درخواست کرده شما رو در خط موج رادیو پخش کردم. شما می توانید رادیو موجی رو 24 ساعت گوش کنید. پلی مارکت تلفن می دارید، با نام حرفای کریلی تاجیکی خودمون رادیو موجی می نویسید، پیدا می شود. ضمیمه رادیو موجی رو در اگر ساده کرده فهمانم در تلفنتون اسکچت می کنید، در 24 ساعت در تمام گوشه دنیا صدای رادیو موجی رو می شنوید. برای ما یوتیوب را تماشا کردم، یکی بعد گم شده بود دیگه چی رفتم گرفتم اکرامو افیر گم شده. خب بله برنامه به انجام رسیده بود اون وقتی که شما زنگ زدید. خب سرود از صادق خالف گفتید، بله درست؟ بله. خب نام سرود رو میتوانید بار دیگر تکرار کنید؟ شوراباد وطنم. شوراباد وطنم. خب دوستی عزیز خود رو معرفی میکردید؟ بازارف نصردین. از کجا زنگ میزنید؟ از شهر مسکو. از شهر مسکو. امروز هوا برفی بود، کمی سرد بود. امیدوار هستم که قلب‌های شما گرم و پر از مهر و محبت بود. و امروز روز رو چگونه سپری کردید؟ ما امروز آقایان در کار شدگی از اخرانی کم کار دارتش شدگیش مورد داریم. خب اگر در کار باشید به شما برای کار و همیشه با صدای رادیو موجی بمونید. یک سال دیگر میکردم اگر اجازت باشد. از سال 2019 یکی از خاطرات نیکتان رو به یاد بیارید. سال 2019 یکی از خاطرات نیکتان رو به یاد بیارید. خب چه عملی نیک شما انجام داده در سال 2019 یاد دارید؟ یکی از عملی نیک رو، یکون خاطرات دلنشین دارید از 2019؟ خاطرات هم مسکو اومدیم همین خاطرات. تنها همین؟ خب بیایید این طور میکنیم. تمنیات شما در سال نو میلادی بهر شنوندگان رادیو موجیر چی تمنیات دارید؟ الو، صدای ما رو میشنوید شما؟ متاسفانه علاقه کننده شد و این نفر از شهر مسکو زنگ زدند و درخواست کردند یک سرود از صادق خالف، اگر خطا نکنم شوراباد وطنم گفتند نامش سرود رو. من سرود رو حتما جستجو میکنم دوستان و پخش خواهم کرد. این چنین سامان باز با ما شنونده دائمی جمال استاموف نوشتند خیلی که شعر غریبی قرائت کردید خیلی خوب بود. یک سرودی شاهزاده دوران من غریبم من مسافرم پخش میکردید، خیلی خوب میشد. دوستان عزیز سرود رو پخش میکنم لیکن شما خسته و رو افتاده نشوید. این تنها یک سرود است
و گفتنی هستم که رادیو موجیر همیشه در برای شماست، همیشه صدای قلب دل شما رو گوش میکند و همیشه با شماست. شما غریبی رو احساس نکنید، تنهایی رو احساس نکنید و 24 ساعت با صدای رادیو موجیر باشید دوستان. سرودی چند لحظه پیش که جمال استماف یکی از شنوندگان دائمی ما درخواست کردند من غریبم از شهزاده دوران رو این حال آماده کردم عزیزان و پخش میکنم، یک جا میشنویم. حسرت دیدار تو ای مادر من میکنه دلگیر و دلگیر. حسرت دیدار تو ای مادر من میکنه دلگیر و دلگیر. چشمه‌های آبشارت یاد وطن میکنم. من غریبم، من مسافر، حسرت دیدار تو ای مادر من میکنه دلگیر و دلگیر. حسرت دیدار تو ای دهی من میکنه دلگیر و دلگیر. به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن. در وطن بوده ای به یاد وطن. به وطن تو اندر زبانم، شادی روحی روانم. یاد وطن میکنم. من غریبم، من مسافر، حسرت دیدار تو ای مادر من میکنه دلگیر و دلگیر.
حسرت دیدار تو ای تاجیکستان میکنه دلگیر و دلگیر میکنه دلگیر و دلگیر میکنه دلگیر و دلگیر شنوندگان عزیز رادیو موجیر، دوستان عزیز، سرود من غریبم رو در اجرای شهزاد دوران شنیدید و رو افتاده نشوید، دل سرد نشوید و کوشش میکنم باز هم طبعتون رو بریده تر گردونم، طبعتون خیره نشود عزیزان. همه کوشش و زحمت ما بهر شماست. بار دیگر درود میگویم به کل تاجیکان و تاجیکان دنیا عزیزان. و ادامه برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبون است. مرحمت مطلب بانو. یکی از شنونده های ما به ما نوشتند: رحمانов رجبیردی، السلام علیکم، مینادور هستم از شما. به غریبان سلام، در کجای نباشین در پناه خداوند باشید. سلام به مردمی استرافشان. صوفی عارف از نام رحمانов رجبیردی. اینچنین به ما لطفالله سفرов نوشتند: تشکر به رادیوی مهاجر. به همه شما عزیزان تشکر زیاد که ما را همراهی میکنید، گوش میکنید، تماشا میکنید. با شما نیز دوستان بار دیگر من تشکر و عرض سپاس خود به پایان خود رو نثار میکنم و خسته نباشید که از آن که صدای ما رو میشنوید. دوستان ساعت در مسکو 20:54 دقیقه است و یک نفر چند پیشتر که زنگ زدند گفتند که در شهر مسکو قرار دارند و کار میکنند، محافظ هستند. در این حال گفتند در کار نشستم، صدای رادیو موجی رو بلند کرده شنیده ایستادم. یک سرود از صادق خولوف درخواست کردند، شروع بوده وطنم گفتند. اسم سرود همین گونه است دوستان و درخواست کردند که همین سرود رو پخش کنم. عزیزان من سرود رو آماده کردم و سرود رو پخش میکنم، یک جا میشنویم و میبخشیم به همون نفری که زنگ زدند و درخواست کردند سرود رو. چه خط نویس و یارانی قریب در خطی نویس که ما پر ارمان موندیم. یک پارچه خط نویس و یارانی قریب در خطی نویس که ما پر ارمان موندیم. شورا با دی وطنم صدقه نامی تو شوم، صدقه گل دختران و آبونانی تو شوم. شورا با دی وطنم صدقه نامی تو شوم، صدقه گل دختران و آبونانی تو شوم، صدقه گل دختران و آبونانی تو شوم.
جبینی صد چشمم و صد مزار داری در دشتی تیره قرار داری صد چشمم و صد مزار داری در دشتی تیره قرار داری در نغمه ای زاری بلبلانت میرمه خب عزیزان دل، برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبان است و در اینجا سرودی صدیق خالف شربات وطنم رو با درخواست یکی از شنوندگان که چند پیشتر زنگ زده بود پخش کردیم و هر یکی شما نیز دوستان عزیز اگر درباره تاجیکستان عزیز درباره اون مکانی که به دنیا آمده اید سرود میدونید درخواست کنید و حتما سرودهای درخواستی رو پخش میکنیم. مخصوصا من یاد دارم سرود گلهای دوشنبه رو از مغفرت همراه قلوه و بسیار سرود دلنشینم هست. در اینجا رجب بردی یک نفر در ایمو از افضل شدی سرودی مادر رو درخواست کرده است و عزیزان وقت جدا شده با برنامه نیز به انجام میرسد. با شما خداحافظی میکنیم، لیکن برنامه های دیگری رادیو موجیر ادامه دارند. می توانید که بعد از برنامه شومی غریبان همچنین دوستان در پلی مارکت در آمده صحیفه رادیو موجی رو زمینه رادیو موجی رو در خاطر تلفنتون حفظ نگاه دارید، یعنی که صدا کرده اگر فهمونم سکچت میکنید و 24 ساعت صدای ما رو مستقیما میشنوید. خب دوستان عزیز، به هر یک شما تشکر که ما رو شنیدید، همراهی کردید. طول یک ساعت من با شما بودم و با همراهی مطلوب بونو همکار عزیزم، هم کسب عزیزم و تا توانستیم آنجایی که توانستیم درخواست و خواهش‌های شما رو برآورده ساختیم دوستان. و اگر سرود و درخواست‌های گفتنی دارید میتونید با شماره‌های رادیوی موجیر بنویسید بفرستید و حتما با شما ما در خط علاقه میشویم و سرود و درخواست‌های شما رو برآورده خواهیم ساخت. خب مطلوب بونو باری دیگر شامتون بخیر شنوندگان ارجمندی رادیوی موجیر، تشکر زیاد که ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده، شبتون خوش و با سعادت باشد عزیزان.
خب در آخر سرود مادر رو که درخواست کردند در اجرای افسر شادی پخش میکنیم و به همین برنامه پنجم میرسد. مادرم در بری دامانی تو خوابم نخیزم مادرم جملتاً چشم شوم یک چشمی سر شاری سریک خطر قدر پیش پای تو بریزم مادرم خطر قدر پیش پای تو بریزم مادرم بر سرت گرگنجی عمرم را نریزم مادرم چون کودک آرام گیرد یک نفس از سرودی جان فضای تو عزیزم مادرم از سرودی جان فضای تو عزیزم مادرم از همه غم تا تو خواهم گریزم مادرم در بری دامانی تو خوابم نخیزم مادرم مادرم جان مادرم مادرم جان مادرم مادرم جان مادرم مادرم